بچه برای اینکه رنگ موی یخی با ماندگاری بالا داشته باشیم باید پای دکولور شماره 9 یعنی زرد روشن باشه که با رنگ سازی که با شامپو بنفش یا شامپو ضد زردی ما این زردی رو میگیریم و یک رنگ یخی با ماندگاری بالا میتونیم داشته باشیم. شامپو بنفش رو داخل کاسه ریختیم با یکم رنگ بنفش و رنگ نقره‌ای. اینا رو خوب هم میزنیم کاملا اینا مخلوط بشن. یکم اکسیدان شماره 2 این میشه کاسه ضد زردی ما. همون رو خیس میکنیم برای رنگسازی و مو نمدار باشه. این هم کار رنگسازی رو انجام میده، این ترکیبی که ما درست کردیم، هم ضد زردی موه، زردی مو رو میگیره. شما اگر موهاتون حتی تو خونه به این پایه باشه میتونید با این ترکیب زردی موتون رو بگیرید که نیاز به رنگسازی هم نداریم. حدودا 5 دقیقه تا 10 دقیقه ماساژ میدیم. ببینید همینطور که مشاهده میکنید کاملا زردی مو گرفته شده و این مو نیاز به رنگساز هم نداره. آب رو شستیم، آب کشی کردیم. ببینیم با همون شامپو بنفش با ترکیبی که گفتیم این مو کاملا سفید شد و نیاز به رنگساز هم نداره. یه مو یخی میتونی با ماندگاری بالا داشته باشی.